امسال مردم از کانال قوش تپه در شمال افغانستان حاصلات زیادی جمع آوری کردند. این کانال با تامین آب کافی، زمینه مناسبی برای کشاورزی فراهم کرده و باعث رشد و افزایش محصولات متنوع شده است. خربوزه و گندم از جمله محصولات اصلی است که امسال با کیفیت و کمیت بالا از این منطقه برداشت شده است. علاوه بر این، میوه‌جات و سبزیجات مختلفی نیز در زمین‌های حاصلخیز اطراف کانال قوش تپه کشت و برداشت می‌شود که نشان دهنده تأثیر مثبت این کانال بر کشاورزی منطقه است. مردم از حاصلات فراوان و با کیفیت این کانال بسیار خرسند هستند و افزایش تولیدات کشاورزی، بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی آنها را به دنبال داشته است. این موفقیت نتیجه تلاش‌های بی‌وقفه کشاورزان و مدیریت مناسب منابع آبی منطقه میباشد. امید است که در سالهای آینده نیز با بهره برداری صحیح و حفظ منابع آبی شاهد افزایش بیشتر تولیدات کشاورزی و بهبود وضعیت زندگی مردم منطقه باشیم.